بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. دعا با اسم اعظم. اگر خواسته باشیم حاجات ما رفع شوه، حاجات ما برآورده شوه، مشکلات ما حل شوه، بزرگای دین فرمودن در بخش نماز حاجات، عبدالله ابن ابی اوفا نقل کرده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کانت له الی الله حاجه او الی احد من بنی آدم. هر کسی که به الله حاجت داره، با یک ابن آدم حاجت داره، با یک کسی دیگری ضرورت داره، یک چیز به نام صلات حاجت میگه. نماز حاجت بخونه، فلیتوضأ فلیحسن الوضوء، وضو بکنه، خوب وضو بکنه، درست وضو بکنه، بعد از ختم وضو یک دو رکعت نماز بخونه، بعد از آن درود شریف را بخونه، بعد از آن یک دعا هم داره، لا اله الا الله الحلیم الكریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. این دعای حاجت است. دو رکعت نماز بخون، پشتش دعا را بخون. و ایده علما گفتن یک چیز دیگر هم هست. در مکان خالی، یعنی در مکانی که کسی مزاحمت نکنه، تنها بوده باشی، جانت پاک، جامعت پاک، رو به قبله بنشین و قبل از اینکه رو به قبله بنشینی دو رکعت نماز حاجت بخوان. دو رکعت نماز بخوان، پور بخوان، وقت مکروه نباشه. نماز که ختم کردی سوره الحمد شریفه بخوان، یک. آخر سوره آل عمران بخوان، دو. آیت الکرسی را بخوان، سه. سوره اخلاص قل هو الله احد بخوان، چار. انا انزلناه فی لیلة القدر سوره قدر بخوان، پنج. و بعد از آن این دعا را 10 بار بخوان، یا قدیر و یا دائم و یا حی و یا قیوم و یا فرد و یا احد و یا صمد. ایرم در ختم، یعنی 5 سوره که خانه در ختمش ایرم بخوان. هر حاجت که دارید طلب نمایید، به اذن الله بر آورده می شود. به فرمان الهی انشاءالله مشکلاتان برطرف میشه. هذا مجربون گفته، این مجرب است، تجربه کرده علما بزرگا. لیکن هدف رضای الله باشه، هدف ذکر پروردگار باشه، هدف حل مشکلات خود را ما بندگان عاجز از خدای قوی بخواهیم، مشکل حل میشه. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. حاضرین عزیز و بینندگان درس های اسلامی و دینی ما، خصوصا اسماء الحسنا که بیننده هستین و عمل کننده و ذکر کننده هستین، خدا با ما شما توفیق ذکر اسماء الحسنا نصیب بگرداره. 54مین اسماء حسنا به نام القوی. القوی یعنی بسیار قدرتمند و توانا. صفت خدا هست، اسمای صفتی خداست به معنی بسیار قدرتمند و توانا. چند ویژگی و خصوصیت که این اسم داره و این اسمای پروردگار که ویژگی هایی داره، چند ویژگی القوی هم داره. اسم القویش اگر انسان سست، افسرده، ضعیف الحال ایره بخوانه، همیشه در امورات ضعیفی میکنه، در برنامه ها ضعیفی میکنه، فکرش ضعیف است، تواناییش ضعیف است، قوت و انرژیش ضعیف است. هر وقتی که انسان هایی که همچون ضعف و سستی در زندگیش داره، افسردگی داره، یک، یا این که اگر مظلوم قرار میگیرد و میخواهد از مغلوبیت برای و از مظلومیت برای، شخص با همت، شخص با توانا، شخص با قدرت قرار بگیرد و مغلوبیتش دستش بره و غالب شوه، امی اسم القوی را ذکر کنه و ورد بکنه.
انسان ضعیف، انسان افسرده، انسان ناتوان، انسان مظلوم، انسان مغلوب. همین اسم را به کس القوی و القوی بخونه، از ضعف افسردگی، از ضعف توانایی، از مغلوبیت، از مظلومیت پروردگار برکت اسمش میکشه و قوی میگردانه. یک ویژگی. دوم، برای هلاکت و نابودی دشمن که میخواهد دشمنت هلاک شود، نابود شود، شکست بخوره و خودت از شرش، از ظلمش محفوظ و مأمون بمانی، اسم را 1000 مرتبه بخوان، مجرب و مفید است. 1000 مرتبه القوی و القوی و القوی را بخوان، هم تجربه شده، هم بسیار مفید است. دو خصوصیت. سوم، کسی که رزقش تنگ است، رزق تنگ می داشته باشد، القوی را 1000 مرتبه بخواند به همراه این آیت: الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. این هم که بخوانه 1000 مرتبه، درهای خیر، برکت و الطاف و احسانات الهی برویش گشاده می شود، دروازه های خیر و برکت به زندگیش می آید. چند شد؟ 3. چهارم، کسی که به کثرت، یعنی زیاد، القوی القوی را بخوانه، انشاءالله قدرتمند می گردد و فوراً پست و مقامی یا با پست و مقام و ریاست نایل می گردد. اگر کسی چوکی طلب است، مقام خواه است، مقامات فرق میکنه: مقام علمی، مقام معنوی، مقام رسیدن به خدا، مقام رسیدن با دنیا. از هر برنامه‌ای که نیت داشته باشه به کثرت بخوانین، خدا متعال و پست و ریاست شما را میرسانه. 5. اگر در دومین ساعت جمعه، وقتی که جمعه وقتش داخل شد، در ساعت دومنکیش، این اسم را بسیار زیاد بخوانه، القوی القوی را بسیار زیاد بخوانه، انشاءالله حالت فراموشی از این آدم دور میشه. یک کسی فراموشکار است، این ذهنش رو کار نمیکنه، یک تکلیف برش پیش میشه که هر چیز از یادش میره. در ساعت دوم جمعه زیاد بخونه القوی القوی را ذکر بکنه. مثلا جمعه 11 بجه داخل میشه، ساعت دومیش بعد از 12 یا بعد از 1، یا جمعه 12 بجه داخل میشه، 1 ساعت بعد دیگه ساعت دومیش. امیر زیاد بخونه، فراموشی که در ذهنش و در حافظش عارض شده، پیدا شده، الله او را قوی میسازه، ضعف حافظه را برطرف میکنه، قوت حافظه نصیبش میگردانه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. عزیزان گرامی، صبح و شام خواندن این دعا انسان را از آتش جهنم انشاءالله نجات میدهد. صبح و شام این یک دعا را براتون ما از پیغمبر گرامی اسلام نقل میکنم و پیغمبر اسلام فرموده هر کس این دعا را صبح و شام 7 مرتبه، زیاد هم نه، در اصطلاح 2 جمله است، 7 مرتبه بخوانه، چی میکنه؟ الله متعال از آتش دوزخ نجات میدهد. رسول سلام میفرماد هر کس این دعا را صبح و شام 7 بار بخواند، اگر شب و یا صبح اگر شب بمیرد، همین شب میره 7 مرتبه خوان، صبح نشد بیچاره جان به جان آفرین داد، بمیرد دمی شب که 7 مرتبه خوانه، یا صبح که امیر 7 مرتبه خوانه، بعد از 7 مرتبه خوانه بعد از صبح اگر بمیرد چه میکنه؟ این دعا به جهنم امی خواننده زیره الله متعال به جهنم نخواهد برد. او دعا کدام است؟ اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، ای پروردگار مرا نجات بده از آتش. 7 مرتبه شام بخوانید، یک جمله بسیار کوتاه: اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. 7 مرتبه حال شام بخوانید، 7 مرتبه که صبح که از خواب خستین بخوانین، پروردگار از آتش دوزخ و برکت این دعا نجاتتان میده. چرا؟ الله را گفته نجات بده دیگه، اللهم اجرنی من النار، الله نجات بده، خلاص بگردان مرا از آتش دوزخت. مالک دوزخ الله، مالک زمین و آسمان الله، از او که تقاضا بکنی و حدیث است الله متعال حیاش میگه که چرا دست تو را صفر رد کنی. دعای بزرگ است، الله ان شاء الله نجات میده. 1.
دوم، اگر کسی قرآن کریم را یاد نداره اگم موی سفید شده یاد نمیگیره زبانش مشکل داره، الله متعال برش ثواب تلاوت قرآن کریم هم این دعا را بخونه برش نصیب میگردنه. عبدالله بن ابی اوفا رضی الله عنه روایت میکنه شخص به نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من قرآن کریم را یاد ندارم، از بای بسم الله تا سینی و ناس 6666 آیت خب بالاخره یاد ندارم و نمیتونم بخوانم. آیا کدام دعا وجود داره که به عوض تلاوت نکردن قرآن کریم همون دعا را بخوانم الله ثواب تلاوت قرآن به من نصیب کنه؟ این گپ که از رسول اسلام پرسان کرد، رسول اسلام گفت که این کلمات را یا چه کنه زیاد بخواند مقام تلاوت الله نصیبش میکنه. خبر شما یک دعا میگم، میگه یک چند کلمات از برد میگم را بخوانین ثواب ثمره ثواب تلاوت قرآن کریم نصیبت میگردنه. او دعا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. این دعا را میشه بخوانین ان شاء الله، الله تفضلا با فضل و کرم خود ان شاء الله ثواب قرآن تلاوت کردن ها را برتان نصیب میگردن. اما به این معنا نیست که ما برو امید دعای کوتاه یاد میگیریم دیگه مولوی صاحب گفته دیگه هیچ ما دیگه قرآن نمیخوانیم، او رقم نیست. قرآن کریم بخوانین، یاد بگیرین. یگان کسی که امکان ندارد، پیر و موی سفید شده، لکنه زبان داره، مجبور است میتونه که امیر بخونه، الله ثواب تلاوت قرآن کریم برش نصیب میکنه. یا به این معناست که شما در یک جای هستین حافظ قرآن نیستید و قرآن برسه شما قرار نداره، همین دور یاد کو الله متعال در سفر، در حضر، در هر جای کوتاه کس الله همو ثواب قرآن کریم تلاوت کردن برتان میده. دعا برای حل مشکلات. سوم دعا برای حل مشکلات. امام غزالی در کتابش نوشته کرده، روایت را ذکر کرده هر کس این کلمات را صبح و شام 7 مرتبه بخواند مشکلش الله حل میکنه. 7 مرتبه صبح بخوان بخیر در آغاز روز، 7 مرتبه در آغاز شب بخوان، صبح و شام بخوانم الله متعال چی میکنه؟ برایش از این مشکل رهایی پیدا میکنه. و تجربه هم شدم، میگه تجربه هم کده بزرگای را خواندگیست. او دعا کدام است؟ حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. 7 مرتبه شام بخوانین، 7 مرتبه خفتن بخوانین. درود شریف که به اندازه تمام امت ثواب داره. چه که امت در روی زمین زندگی میکنه یک دفعه میره بخوانین الله متعال به تمام اندازه امت بر شما ثواب نصیب میگردانه. و یک حدیث دیگه هم، یک درود دیگه هم است، یکی به اندازه تمام امت ثواب الله برتان میده. درود شریف بخوانید. یک صحابی از پیش روی رسول علیه السلام تیر شد، عبور کرد. فرمود که آنقدر اعمال به این صحابی هر روز به آسمان بالا میرود که به اندازه ثواب و هیچ ثواب امت نیست. این علیه السلام به اصحاب گفت که اینمی نفری که پیش روی ما تیر شد الله متعال به این ثواب میده که به هیچ امت دادگی نیست تا به حال. صحابه پرسان کرد که این قدر ثواب الله بر از این میته یا رسول گرامی به سبب چی برش میته؟ این صحابه چی کمال داره که ثواب الله برش میته؟ پیغمبر سلام گفت صبر کنید که جبرائیل بیایه به ما بیان بکنه، باز در شما میگم. جبرائیل سلام آمد، رسول سلام از او گفت پرسان کرد. جبرائیل سلام با گفت که این امت به این فضیلت و برتری به این خاطر رسیده که او این درود شریف را روز 10 مرتبه میخوانه. روز 10 مرتبه میخوانه، به او خاطر ای به اون مقام ثواب بالا نائل شده. او درود شریفی است که درالمنصور هم تفسیرش را نقل کرده. اللهم صل علی محمد النبی
کما امرتنا ان نصلی علیه و صلی علی محمد النبی کما ینبغی ان یصلی علیه و صلی علی محمد النبی بعدد من صلی علیه و صلی علی محمد النبی بعدد من لم يصلي عليه وصلي على محمد نبی کما تحب و ترضى ان يصلى عليه. اینمی درود شریفه هر کس روز 10 مرتبه بخونه به اندازه تمام امت هر فردی که دور زمین زندگی میکنه اما اندازه الله با شما ثواب نصیب میکنه. یعنی چقدر امتی اگر مسلم حساب کنی و کافرام امت پیغمبر گرامی اسلام امت جفاکارش است، امت اجابت نیست، الله متعال به شما ثواب میده. لیک ذات هم 10 مرتبه بخوانین.